میسر میشود و شما قرار کار میخواهید. خوب است اینجا کارو خوبه. میدی وعده تیم ملی مبارک شوه. ای زنده باشه. خوش آمدین یک جای تماشا میکنیم. دیده شب زنده داری من گشت. انیس خاطری امیدواری من باشی. انا دوستان عزیز آمدیم جایی استادای آمادگی دیدستان تیاری دیدستان. سلام دوستان عزیز، روزی آمد بخیر شادی باشه. امروز وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در تئاتر جوانان یک روزی فراموش شونده، یعنی روزی عید وحدت ملی را با سربازا یک جای پیشواز میگیریم و یک غذای معنوی میگیریم. هنرمندان تئاتر با ما هنرنمایی میکنند، یک جای دیدن میکنیم و حلاوت میبریم. سربازا را پیشواز میگیریم، میدروریم. یک جای عید وحدت ملی به همتون مبارک دوستان عزیز. روز خوب و خوش داشته باشید. میدریم آمدیم جایی استادای آمادگی دیدستان تیاری دیدستان. البته که هم برادران برای سربازا اسپکتاکلی نمایشنامه عسکری یک جای میدریم دیدن میکنیم. استاد سرجم استادگی میریم راست تماشا. انا دوستان عزیز یک جای میدریم هم سرباز کشتگی قند شما بودن افتخارنامه مبارک شما. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب است اینجا کارو خوبه. میدی وعده تیم ملی مبارک شوه. ای زنده باشه. خوش آمدین یک جای تماشا میکنیم. گپ سوزن اینجا کارو خوبه. یک جای تماشا میکنیم. سلام علیکم. رحمت. انا جان سرشت تئاتر سرشت. خنده حقیقی را من به تو نشون میدم. چیکار میکنی؟ تو باز به حال من میخندی ها؟ ای من شوخی کردم. ای اتجا دادا حقی گپ گفتید. این گپ با تو هم داخل داره گل گپ زد. رحمت دادا جان. حتما از برادرم پرسید که حقیقتی ها چی بود؟ نفهمیدم. چه حقیقت؟ این هیاهوی راه از چی سر شد؟ دادا بابای باور نکنی باید دروغ میگه. دروغ میگه دادا. بله دادا جان. دادا جان نه. داد گستر. فهمها ببخشید رفیق دادگستر دقیقا همین طور است. دیگر ایلوش نداشتم. طول یک سال است که میخوام با شما در تنهایی اقلا یک بار صحبت کنم. دیده شب زنده داری من گشت. انیس خاطری امیدواری من باشی. من این مراد ببینم با خود که نیم شبه و جای اشکی روان همسری مهربان و حلیم در برک خودم میشیم. مرحمت رفیق زنک. گفتم تو در پیش نمیشه. یک جای عاقب صاحب دارد. چی؟ صاحبش باز کی؟ صاحب اومد ها پیتزا روغنی دوست روی کمون. اونها چند نفرن؟ از روی حساب بنده خاکی 10 یا 15 تا. یک تا آن هم منیژه نوپایکر است. تو زن گرفتنی هستی یا فابریکای بچه براری؟ این طرف باشد زنی دیگر یا من برای تو یا هر شده نمیکنم. فهمو؟
انا جنگ و جنجالی اولوی سر شد. سر شد. گفتم زنی دیگری. مرداد مرداد من تصمیم گرفتم که به خدمت حربی میروم. برای همین آمدم که این خوشخبر را به مملکتتون برسانم. کجا بروید؟ خدمت حربی؟ دیگر کار نداره که به خدمت عسکری بکشم. چی؟ دوست خدمت مردم مدار کردن راضی؟ اصلا. سلام علیکم. ببخشید بحث شما رو شنیدم. نوشیروان آفرین. من 100% طرفدار عقیدت هستم. برای تنجی آرامی وطن باید جهد کرد، باید تلاش کرد، باید وطن رو همچون گیا مادامی که چنین باشد، مصلحت و پخته باشد، بیاید خیلی مصلحت میکنیم. همیشه هم بگم با خانه سوریان میرویم، روز توی را انیک میکنیم. انا روز دیگرش بگذار خواستگارا بیاین، ما قبولشون میکنیم. شما راضی؟ راضی! توی بالای توی مبارک باشد. و شما قراری کار میکنید. آماده باشید. نظام وطن فرازگرد برای حفظ وطن و پیش قدم ما. خب باور کنید خانه روزی بهترین شید با سربازا زنده باشه. معقولتون شید آخه کماندیر باید کماندیر باشه. واسه کماندیر کار خوب همه البته. پس یک دقیقه پناهتون به خدا گپ نیست تا دیدنم ان شاء الله که میبینیم زنده و سربلند باشن.